سلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم خوب هستید. امروز من حقیقت آگاه میزنم. در روی اکران به خاطر و جلالبک وانجی را دیدید. میدونیم برای چی به خاطر جلالبک وانجی وخورد. محمد تیوی و به خاطر میخواستن که چرز وانجیو مرا بکشن. امروز در مسکو بودم. گفتن اسحاق فیوب احتیاط که 3 ماشین در اون تریتوری که تو عبید میکنی هر روز جدت دارم. من مسکو داویدا اومدم اونجا همه کامرا. اینا من میخواستم استفادهشون بردم. ای پیشم برو اومدن برادری جلالبک وانجی 2 نفر پیستوله دیشون دادن. گفتم با خوبی ویدیوی محمد تیوی به خاطر اودالیت که ما باید میگریختم 10-15 متر کویدمون سر میکنن سر کردن نیک اوجا 200-300 متر ما داویدم با بار ماشین قطع سر کردن. ای پیشم ماشین برو اومد خیلی گریختم یک کافه ای پیش در پیش کافه 2 نفر دیگه ایستادگی هموطنان عزیز. امروز میخواستن که ای بیوریستا یعنی با قتل برسون. برای که اسحاق فیوب حقیقت آگاه داده است. نه که ما استفادهشون بردم. این حکومت جمهوری اسلامی این حکومت رئیس فدراسیون دکازات میکنم که جلالبک وانجی قطعی 3-4 شکلش برای پول لبای کورا میکنن. محمد تیوی گفتگی بود که ایوب ویدیو را اودالید که این ویدیو ما را قطعی به خاطر که پول همه چرا رشد میکنن. ما کورا تو خیره میبریم. جلالبک وانجی خودت میدونی باز ما یک جا برو اومدم اونجا همه کامera هست. ایدمون سر کردی پیستوله دیشم دادین دیگری گفت که پرونش انتظار شین. اینا من میخواستم در خوی گپون چی گفتنی هستم. جلالبک وانجی یک پریزیگ هستی که من تر استفاده بردم بس آدمای به خاطر یا جان تشکر تو دیدار.